نگران نباشید، قرار نیست اینقدر فضا دپ باشه. اینو گرفتم که بهتون بگم امروز خیلی برنامه‌های قشنگی داریم. خدایی خیلی جدی منو صدا کرد، گفت بیا اینجا. گفتم به خدا من کاری نکردم، چی شده؟ بعد برگشت گفت میدونی من با صدای تو افتادم رو مواد. آنباکسینگ بچه مردم رو داریم و میخوام اولین حوله رو بزنم کنار. شاید باورتون نشه بچه ها، بوی بین بلوبری و توت فرنگی میده. یا خدا. موجهاتو گفتی کاشتی شاهان؟ نه آقا من نه. چقدر بدم میاد از این غذا، واقعا اصلا هیچ نسبیتی بهش نداریم. امروز یه مهمون خیلی خوب داریم که با صداش خیلی ها معتاد شدن، با صداش خیلی ها چک کشیدن و بدبخت شدن، تریاکی شدن، سیگاری شدن و شکست عشقی خوردن. هر چقدر با صداش اینجوری شدن، در مقابل خیلی از خانم ها رو بدبخت کرده. کراش خیلی از خانم های جوانه، کراش المؤمنین و بعضی اوقات هم کراش المستکبرین. و بریم ادامه بدیم ببینیم باید چی کار بکنیم. خیلی بی مقدمه معرفی میکنم، آقای شاهان شکری هستن، عامل بدبختی 99% از نسل زد ایران و امروز حسابی قراره که به خدمتشون برسیم. سلام علیکم. آقا سلام، خیلی مخلصیم. حالا یه مقدار یواشتر میگفتیم، خیلی دپ و خشن شد واقعا. ما چیکار کنیم آقا؟ آخرین باری که من نریشن ایشون رو روی یه کاری شنیدم، یه نفر داشتون بغل تریاک میکشید. خب این به من مربوط میشه مگه؟ نه خب ببین هر چقدر دپ بوده انگیزشی هم بوده. چرا ما نشنیدیم؟ آخه بذار من قبول نکنم مردم. بذار یه روایت، یه داستانی بهت بگم. یه جایی رفته بودیم، بعد یه بنده خدایی خیلی جدی منو صدا کرد، گفت بیا اینجا. گفتم به خدا من کاری نکردم، چی شده؟ بعد برگشت گفت میدونی من با صدای تو افتادم رو مواد. همینجور کاملا جدی. دیدی گفتم؟ کاملا جدی ها، خیلی جدی و خشن. من موندم چی باید بگم الان. بعد برگشتش گفت، بعد ادامه داد جمله‌شو، گفتش که نه با صدای خودت هم از مواد اومدم بیرون. گفتم خدا رو شکر حداقل رفتی اومدی بیرون. ادامه دار نبوده حداقل. بچه‌ها من رفتم تو مواد، هنوز بیرون نیومدم، ولی تو مواد غذایی. آها مواد غذایی. اوکیه. اصلا چی شد که وارد این صنف شدی؟ بخوام براتون بگم کاملا دلی، کاملا حسی، مثل بقیه آدم‌ها که بالاخره گاهن یه کارای یهویی انجام میدن. شروع کردم به ضبط کردن. خودم از خودم ضبط میکردم با زیر صدا. بعد تازه اون موقع چه سالی بود؟ تدوین و اینا شاید مثلا سال 95 6. حالا یادم نمیاد دقیقشو بخوام برات بگم، ولی مثلا اون موقع ادیت و اینا هم زیاد بلد نبودم. اصلا اینجوری بودش که مثلا با یه گوشی زیر صدا رو پلی میکردم، مثل اون آقایی که رفیق با یه گوشی زیر صدا رو پلی میکردم، بعد با یه گوشی هم ضبط میکردم. بعد خروجی کار اصلا این چیزی میشد واسه رفیقام میفرستم، او بابا چقدر دپ شده، چقدر غمگین شد الان. آره خلاصه که استارت کار از اونجا خوب. رفیق ناباب و کلا باید آدم واقعا لعن کنه. چه کاری بود واردش شدی؟ بعد من ببین باورت میشه وقتی صدای ایشون اولین بار که شنیدم گفتم خب یه آدم 60 ساله است، نه 40 حداقل داره، تازه از NA اومده خارج شده، بعد وقتی که موادو گذاشته کنار اومده رو آورده به یه کار خیلی درست. این صدای رو چجوری اینقدر پخته میکنی؟ ببین حالا یه چیزی بهت بگم، همیشه به رفیقام میگفتم که من یک شاهان درونی دارم که 50-60 سالشه. عین جمله. یه پستی گذاشتم، احتمالا خودتونم دیدین، که خیلی وایرال شد و اینا، که خود معرفی کردی. آره برای اولین پرای همه ریخت. آره دقیقاً برای اولین بار که اومدم جلوی دوربین، من روی اون پست فکر می‌کنم نزدیک 30,000 تا کامنت اومده. و از این 30,000 تا میتونم بگم 50% فقط همین جمله. یه سری‌ها که میگفتن اصلا هوش مصنوعی دروغ میگه. اونا هیچ. یه سری اومدن تحصیداش بچه‌ها مشخص واقعا خودشه. یه سری اومدن گفتن حتی داره لبخونی میکنه و این حرفا بوده، ولی خب
ما میدونیم و خدای بالاسر و دور و بریامون آدمای نزدیک آقا نه واقعا نه هوش مصنوعیه نه لبخونیه، هیچ کدوم از اینا نیست. چی داشتم میگفتم؟ اینو داشتم بهتون میگفتم که عین این جمله رو من تعداد خیلی زیاد کامنت داشتم که ما فکر میکردیم که این صدا متعلق به یک آدم 50-60 ساله و با دانش و کتاب خونده. یعنی از لحظه‌ای که وارد شده یه دیسیپلینی داره. من همش جلوش اینجوریم آقا ببخشید من این کارو میکنم ببخشید. چطوری انقدر؟ ببین شما بچه‌ها، من بچه مادرمم، ایشون بچه مردمه. میگن بچه مردم از بچه مردم یاد بگیر. ببین یعنی تمام ویژگی ها و شاخص های جذابیت رو داری. نه نفرمایید. خب از این بگذاریم. کی مواد رو ترک کردی؟ مواد نمیگشه، زندگی سالمی داره. آره دقیقاً رو همون پستی که وایرال شد دوباره من این چالش رو داشتم. خیلی‌ها میگفتن که ما فکر می‌کردیم که تو قشنگ رو موادی که رو زدی و صدا صدا دورگه شده و نشستی ضبط کردی. نه واقعا اینجوری نیست آقا. من خدا رو شکر تا الان همچین چیزایی سمتش نرفتم. یه کامنت زیرش دیدم فکر میکنم مال رفیقاش بود، گفت تصویر مال سمت خداست، ذات راست میگن اینا؟ نه آقا، یعنی هنوز بچه سمت خدایی. حالا سمت خدا که دیگه خیلی سمت خداست، مثل آیه شریعتی نه به گرد پاش نمیرسید. ایشون به شدت آدم از اونجایی که این دوست بزرگوار کلاس خیلی هست دوستان سنتو بدونن صفا. خب هستی دیگه. یک آدمی با این فیس رو چی میپسنده؟ همه ایشون نمیگم سنمو نمیگم. من بذارید بهتون بگم بچه‌ها. برخلاف این چهره مظلومشون 53 سالشونه. سن نمیگید، مطمئن سن نمیگید. منم دو ندارم. نمیگی شما منم نمیدونم که بگم. خب نمیدونی که بگی. من میتونم بهت بگم. حدس بزنید؟ نه. تحقیق کردن نوادت. ما چه آدمایی هستیم؟ آره خب حواستون باشه اینجا میاین خلاصه از قبل گرفتتون در میارن. خب بعد این همه سال چی شد اصلا اومدی جلو دوربین خودت رو نشون دادی؟ چه کاری بود؟ یه 10 سالی همین صدا آشنا بود دیگه برای همه. نمیخواستم این کارو بکنم و سالها بر چندین سال بود که داشتم بدون چهره کار میکردم، ولی متاسفانه بعضی جاها کم لطفی میشد. مثلا این که دارم میگم عین حقیقته. ما یه پستی گذاشتیم روی پیج خودم، فکر کنم کمتر از 100K ویو خورد. بعد دیدم که یک خانوم محترمی، یک بلاگر اینفلوئنسر خانومی ویدیوش چیه داره چای میریزه، صدای ما رو گذاشته رو ویدیوش و از همین ویدیو 18 میلیون ویو گرفته بود. 18 میلیون و تقریبا میتونم بگم 20K بهش فالوور داده بود. من بودم همونجا خودکشی میکردم. و عرضم به حضور شما که دیدن همچین صحنه هایی باعث شد که تصمیم بگیرم که بیام جلوی دوربین و وگرنه ادامه میدادم. آخه با این فیسی که تو داشتی اصلا من به نظرم فیس تو شاید اگر از اول ادامه میدادی از چهرت از صدات خیلی جلوتر می بود، ولی خیلی راه عجیب و پیچیده‌ای رفتی. هنر خوندی؟ من نه. چی خوندی؟ میشه بهم بگی؟ من دیپلم ول کردم دیگه. چقدر یکی از عاقلین جوانان ایرانیه. یعنی واقعا دانشگاه چه خروجی برای کی داشته؟ حالا بالاخره هر کسی یک علاقه‌مندی داره و اینا، و جدایی از حوزه هنر من حالا بیزینس دیگه هم دارم. این میشه بگید چیه؟ خیلی از دوستانی که شمارشون جذاب هست. من بازاری هم بوتیک دارم. جدی؟ بله. ببینید بچه‌ها، هم چهره داره، هم صدا داره و هم پول داره. نه این کیس بسیار دندونگیریه، از دستش ندید. خب ادامه این مطالب بمونه برای داخل اتاق ماساژ، چون ما قراره که تو این تاک شومون همراه ماساژ ازشون سوال بپرسیم. اونجا دیگه نمیتونه دروغ بگه چون زیر دستای منه. بریم. آنباکسینگ بچه مردم رو داریم و میخوام اولین حوله رو بزنم کنار. شاید باورتون نشه بچه ها، بوی بین بلوبری و توت فرنگی میده. یا خدا. موجهاتو گفتی کاشتی شاهان؟ نه آقا من نه موجه هامو کاشتم نه بینیمو عمل کردم نه شیدینگ لب کردم. به خدا کدوم... طبیعی وقت گذاشته. من همینجوری گفت بره فقط قوی باشه. شاهان وقت گذاشته. خدا قدر این جوون رو بدونید. خب شاهان جان
ما یه ماساژ خشک داریم، یه ماساژ روغنی داریم. با روغن دوست داری یا خشک ماساژ خشک؟ لطفاً با روغن. آها بله. روسی داره، سوئدی هم داره. روسی گرمت میکنه، سوئدی نرمت میکنه. کدومو میخوای؟ فکر میکنم به نرم کردنه. خیلی خب من با روغن زیتونم ماساژت میدم که قشنگ مزه داشت. بچه‌ها فکر نکنید یه نفری مثل شاهان فقط یه صدا ضبط میکنه، تمام پشتش پر از گره‌های عصبی و عضلانیه. یعنی برای تک تک کلماتی که توی مونولوگاش استفاده شده زحمت کشیده. فشارهای عضلانیشو میشه دید. اینکه برای اون متن اومده یه متنی درست کرده نوشته، قطعا گردنش پایین بوده، تمام اینجا گرفته. قدرشو بدونید باشه. ما شاهان رو امروز رونمایی کردیم که شما واچ تایم ویدیو رو زیاد کنید. پس وقتی دیدید ویدیو رو لطفاً هم لایک کنید هم سابسکرایب کنید. ما داریم اینجا زحمت میکشیم. خب شاهان یه جایی توی پیجت نوشته بود که بچه مردم میگن که کراشو از این صحبت ها، میخوام یه سوال شخصی ازت بپرسم. خدا وکیلی چند تا دایرکت درخواست داری؟ خداییش راست بگو دیگه. ببین همه چیزی که نمیشه. ببین کلن حالا بچه‌هایی که تو این حوزه فعالن میدونن فضاییه که یعنی به راحتی شما میتونی دچار لغزش بشی، ولی اینکه خدا کمک کنه و حواست باشه که چجور رفتار کنی تو این شرایط، این خیلی مهمه. نه واقعا جدی دارم میگم. چه ذکری رو توصیه میکنید برای اینکه یاد خدا رو یادمون نره؟ همین که یادت باشه خدا هست کافیه. بچه‌ها واقعا خدا میدونسته به کی چی بده. شان کتابم میخونی؟ بله. چی بیشتر میخونی؟ رمان میخونم بیشتر. خب. و کتاب هایی که بیشتر سمت و سوی ادبیات دارن. چند تا کتاب بهمون میشه معرفی بکنی؟ آثار ایرانی میخونی؟ آثار خارجی میخونی؟ یه چیزی که به حس و حال خودم خیلی میخوره و واقعا حالا یه مقدار احساسی ها، ولی خیلی کتاب غمگین و در عین حال التیام بخشیه. کتاب جهان بعد از تو آقای قاضی نظام. واقعا توصیه میکنم که بخونید، مخصوصا واسه کسایی که یک درگیر غم از دست دادن یک عزیزی هستن، حالا چه رابطه عاشقانه‌ای بوده که به پایان رسیده و یا نه یک عزیزی رو از دست دادن و از دنیا رفته. واقعا خیلی کتاب. برای تو کدومش بده الان؟ کلن یاد این کتاب همه عزیزان از دست رفته فاطمه از صلوات. آقا میگن آدم‌های عمیق درگیر احساسات عمیقن. یه مقدار در مورد حست نسبت به زندگی، نسبت به جامعه، نسبت به آدما بگو. من احساس میکنم که میگه اون جمله معروفو آدمایی که بیشتر میفهمن غمگین ترن. این تو هم صدق میکنه؟ غمگین تر نیستن. ببینید ما فکر میکنیم اونا غمگینن. آدمایی که به نظر من بیشتر میفهمن بیشتر تو خودشونن، یعنی سکوت بیشتری دارن. سر همینه که گاهن ما فکر میکنیم که اونا غمگینن ولی در اصل غمگین نیستن. اونا فقط فکر میکنن نسبت به ریزترین مسائل، کوچیکترین اتفاقایی که میفته. بعضا به خود من میگن تو آدم غمگینی هستی، میگم نه من آدم غمگین نیستم ولی حالا عمیق‌تری. آره، حتی مثلا نمیدونم به این که الان مثال دارم میزنم، یک مورچه روی زمین راه میره بهش فکر میکنم که اصلا چرا این مورچه اینجاست، کجا میخواد بره، چی میخواد بشه تهش. خب آثاری هم این عمق احساست نزدیک به خلق آثاری غیر از چیزایی که ما شنیدی هم شده؟ مثلا نوشته ای، دست نوشته ای، کتابی؟ من نویسنده نیستم ولی بعضا حس خودم و چیزایی که واقعا خودم احساسشون میکنم رو مینویسم. و بعضی وقتا بچه از من میپرسن، میگن که اصلا چی شد که آقا تو اومدی بالا،
چی شد که بعضی از متن‌ها اینقدر خوب وایرال میشه و اینا؟ جوابم بهشون فقط یک جمله است که بهشون میگم آقا من برای هر تکستی که مینویسم، برای هر کاری که ضبط میکنم، واقعا یک تیکه از روحم رو قاطی کار میکنم. اینو واقعا جدی دارم میگم. و یه جمله هم بخوام مهمونتون کنم که خیلی هم احتمالاً وایرال شده و شنیدین، یه و امیدوارم التیام پیدا کنید از سختی هایی که در موردش با هیچ کس صحبت نمی کنید. منفجر شد، موی به تنم سیخ شد. آفرین بهت. آره این جمله واقعا حس خودم بوده تو اون لحظه که اومده و ادامه هم نداشت. یعنی هر کاری کردم که ادامهشو بنویسم نتونستم. به خدا اعتقاد داری؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. یعنی جوری که من همیشه یه نظریه‌ای دارم، یه عقیده‌ای دارم که واقعاً اتفاقای معمولی رو دوست ندارم و سر همین خدا همیشه اتفاقایی واسم پیش میاره، یه جوری واسم میچینه که واقعا واسه هر کسی تعریف میکنم بعضا میگن آقا فیلم داره. این که داری میگی فیلم اصلا نداریم همچین چیزی. سر همینه که واقعا به وجود خدا بسیار اعتقاد دارم و مطمئنم که دونه به دونه نفس کشیدن هامون چیده شده است توسط خدا. برنامه داره به سمت خدا نزدیک میشه و میبرمش به سمت خارج از این فضا. بچه ها آقا بذار رو بعد احساسیمون پیش بریم دیگه. چرا؟ شاید باورتون نشه شاهان دوندون شده، یعنی خوشش اومده از ماساژ. این به خاطر ترشح دوپامینه. آره فکر نکنید به هر کی دست زدی دوندون شد. بله ترشح دوپامین داره. حالا شاید دوستتون داشته باشه که ترشح دوپامین داره، ولی در مورد من صدق نمیکنه چون دارم ماساژش میدم. یه نکته‌ای بهتون بگم، عموما در زمان ماساژ ما نباید صحبت کنیم، اما چون این تاک شوه ما 10 دقیقه رو برای شما دوستان عزیزان که میخواید با شاهان بیشتر آشنا بشید صحبت میکنیم و بعد دیگه ادامهش یه ماساژ فوق‌العاده داریم. البته راشای اون رو هم میذاریم که شما بیشتر لذت ببرید. الان کار در حال مثلا پروژه بزرگی که در حال اجرا باشه داری یا همین به همین اینستا بسنده کردی؟ پروژه بزرگ در همین حد بگم که تا 1 سال آینده اتفاقی خواهد افتاد در حوزه پادکست که میتونم بگم که تا الان این اتفاق نیفتاده، ولی بذارید تا همینجا بیشتر من نگم در موردش، چون که ممکنه از اون شور و هیجانش بیفته. ولی منتظر یه کار خیلی خفن، خیلی خفن. البته من یه باز پرانتز اینجا باز کنم، اگر که تا 1 سال آینده جوونا بر اثر غم و مواد مخدر از بین نرن میتونن این پادکست رو گوش بدن. نه اصلا یه اتفاق خیلی خفن و بزرگ که منتظرش باشید. قول بده یه قسمتش منم بیام یه 2 تا حرف بزنم. حتما. شاهان صدای کاراکترهای معروف هم میتونی در بیاری؟ نه من تقلید صدا بلد نیستم. بعضا به هم میگن که تو تقلید صدا انجام میدی، ولی نه من واقعا تقلید صدا بلد نیستم. آقا شاهان غذا بیشتر چی دوست داری؟ من عاشق سالاد ماکارونی ام آقا. وای کباب، قرمه سبزی؟ نه سالاد ماکارونی. اگر ایموجیش رو میساختن حتما ایموجیش رو میذاشتم تو بیوم، انقدر دوستش دارم. یعنی اگر من یک روزی به یک نفری بگم که من بیشتر از سالاد ماکارونی دوستت دارم، یعنی اون شخص بالاترین جایگاه رو داره نزد من. خیلی جالب بود نه؟ تا حالا آدما با غذا مقایسه نشده بودن. یه سوال دارم، من سالاد ماکارونی کیم؟ دوستان بجنبید فردا ببینم چند نفر سالاد ماکارونی. ببین آقا از فردا بذارید یه چالشی رو بندازیم، هر کی برای شاهان سالاد ماکارونی برد یعنی عاشقش.
ببینیم چند تا کراش داری. قول بده برامون بفرستی. استوری میکنه منو تگ میکنه. خب سالاد ماکارونی چجوری دوست داری؟ از این پیچی‌ها دوست داری؟ راست دوست داری؟ ببین من دوست داری؟ کلا سالاد ماکارونی دوست دارم آقا، فرقی نداره مدلش. حالا من بیشتر کباب دوست دارم. هر کی منو دوست داره کباب بفرسته لطفا. چنجه. مرسی. ما مثل هم نیستیم آقا. شما کباب دوست داری، ما سالاد ماکارونی. اشتباه نکن. اشتباه چرا؟ چون من پرسپولیس به دنیا اومدی؟ من استقلالی به دنیا اومدم آقا. فکر کن شما کبابو گذاشتی کنار سالاد ماکارونی. طبیعتا تو کبابو انتخاب میکنی. کی سالاد ماکارونی انتخاب میکنه؟ 7 تا؟ 2 تا؟ آفرین. 2 تا چی؟ بیا بالا. دوستان ببینم چند تا پرسپولیسی زیر پست ما کامنت میذارن عشق از پرسپولیس کبیر. استقلالی هم نمیخواد این همه جمله بنویسن، این قلب آبی فقط کامنت کنن. آقا جدا حالا من یه سوال از شما بپرسم. دیگه بین بازیکنان بریم آقا. در مورد انرژی اینجا ها من فقط سوال میپرسم ولی بپرسم. نه حالا نوبت منه دیگه. در مورد انرژی ها آیا واقعا انرژی مثبت و منفی آدما دارن یا نه و اینکه ما جذبشون میکنیم یا نمیکنیم؟ ببین سوالی که پرسیدی مثل روز و شبه. شب بده؟ بله. نه بده دیگه، بد نیست. روز بده؟ نه بد نیست. روز خوبه؟ هیچکی مارادونا نمیشه. اگرم بشه مارادونا نمیشه. نمیشه. خوبه دیگه. سوال همینه. ببین اینا دو سر یک قطبن، یک آهنربان. درسته. هیچ شبی بدون روز معنا نداره، هیچ روزی بدون شب معنا نداره. مثل عشق و تنفر میمونه. عزیزم به قول آندره مانرو زندگی ارزش هیچ چیزی رو نداره، هیچ چیزی هم ارزش زندگی رو نداره. تنفر یعنی چی؟ یعنی جایی که دیگه هیچ عشقی باقی نمونده باشه. سرما یعنی چی؟ یعنی جایی که دیگه هیچ گرمایی وجود نداشته باشه. من صدا شما بینندگان عزیز نمیشتم، به هم بگید گل میشه یا نه؟ این میشه مفهوم منفی مثبت. انرژی منفی هم داریم ولی اون هم لازمه این حیاته، ولی چون به ما سخت میگذره، چون ما لزوما شاید دوستش نداشته باشیم، میشه این برامون منفی. مثل این میمونه که تو عاشق یکی نباشی و یکی عاشقت باشه، از عشق ورزیدن اون به خودت ناراحت میشه. درسته؟ خب اون که یه فعل مثبت، انرژی مثبت، تو چرا ناراحت میشی؟ خب بچه‌ها تایم صحبت کردنمون با هم تموم شده. میخوایم بریم شاهان یه ماساژ حسابی بدیم. یه بخشی از ویدیوهاشو برای شما هم میذاریم که ببینید ما کار کردیم. اگر که ریاکشن های شما نسبت به این ویدیو خوب باشه، ما یک پارت 2 هم با شاهان خواهیم داشت، ولی در یک لوکیشن بسیار متفاوت با شاخصه های بسیار متفاوت. موافقی شاهان جان؟ بله. جمله بندی پایانی تا دیدار بعد. یک متنی هم که هست و همتون شنیدین، کلام آخر من میگه که وگاهی بی آن که بفهمی در طول زمان آدم دیگری میشی، بیشتر سکوت میکنی، دیرتر باور میکنی و کمتر میرنجی. آقا من یه مدتی بود که واقعا یه درد خیلی بدی رو ناحیه گردنم حس میکردم که واقعا الان میتونم بگم حالم خوبه، واقعا سبک شدم. دمشون گرم.